من خیلی خوشحالم. این افتخار من همیشه بوده که من با اهل ذوق، اهل هنر، به خصوص خوشنویسی یک هنری است که علاوه بر فرم و صورت و زیبایی و اینها یک ارتباطات روحانی و معنوی هم داره. من چقدر خوشحال شدم که دیدم خطای شما بود بعضیاش که الان میزنن در گوش و کنار شهر. این حال مردم خوب میشه بدون که بفهمن چرا. همین چیزهایی که میبینن اینا برای اینکه خط یک به قول آقای پروفسور پوپ گفته که خط نستعلیق تبلور بیواسطه خداونده. یعنی اگر بی هیچ حجابی بخواین او رو ببینین در این خط میتونید ببینین. به خصوص خط میر و حتی بزرگانی که بودن به همین طور راه رو دنبال کردن. بنابراین خیلی خوبه که دولت و شهرداری از این برکت استفاده کنن. مردم هم که دارن راه میرن هم یه شعری رو میبینن، هم خود اون کمپوزیسیون ها، چون اینا کمپوزیسیون ها رو بعضی تصورشون برای این که هر کسی به ذوق خودش اینجوری نبوده، آهسته آهسته به این نقطه ای رسیده که میر عماد پیدا شده و بعد از اون همه تلاش کردن که همون نقطه رو فرود نیان، پایین نیارن و اونجا نقطه اوج تبلور یک ایدئال. همیشه ایدئال ها در آسمان ها هستن ولی هنرها تبلور ایدئال ها هستن. این ایدئال ها رو الحمدلله تو جامعه ما میبینیم که داره دنبال میشه و به خصوص من هر وقت این دعای کمیل شما رو میخونم به چیز خودم که خودم ترجمه کرده بودم خیلی حظ میکنم از اینکه این خط چقدر شفاف و شریف، یعنی عنوان شریف هم داره علاوه بر شفافی و زیبایی و اینها. جناب استاد، ما اولا خوشبختیم که امروز روز فرخنده‌ای شد در خدمتتون هستیم. یک. دوم از جناب استاد فلسفی تشکر میکنیم که خیر مقدم گفتن و اعلام کردن که ما از طرف انجمن خوشنویسان به عنوان کانون فرهنگی فعال در کشور برای عرض ادب و احترام خدمت شما رسیدیم. اما شما متعلق به یک جامعه محدودی مثل انجمن یا یک محله، یک شهر اینها نیستید. خوشبختانه تبعات وجودی شما، شخصیت شما، علم شما تقریبا میشه گفت جهانگیر شده. واقعیت اینه، یعنی تمام ایران مدیون شما به ملاحظه مکاتب و معارفی که تعریف فرمودید و کشور رو و مردم علاقه‌مند به این رشته رو وامدار خودتون کردید. از این جهت ما همه خوشبختیم، خوشحالیم که به محضر شما رسیدیم. ان شاءالله عمر طولانی داشته باشید و سایه‌تون بر سر کشور و فرهنگ و هنر و امور ذهنی مردم، امور فرهنگی مردم برقرار بر دوام باشه و ما سعادت داشته باشیم بیشتر در محضر شما باشیم. این یه جلسه کمه استاد فلسفی. یه جلسه واقعا ما همه باید بهره‌مند در محضر شما. من خوشحالم که اون که نظامی گفت نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این طوفان بادی. به طوفانی آمده میخواد همه رو ببره، ولی نظامی و همه پیروان ذوق و زیبایی و هنر تا امروز شما هم در این نگه دارم سهیم هستین. یعنی هر کسی که تلاش میکنه که این پرچم حرص و آز و طمع و دنیا پرستی و اینها در واقع بر استعداد نباشه، بلکه پرچم زیبایی، شعر هم با خودش علاوه بر اینکه هنر خطاطی توش هست، هنر شاعری هم توش هست، عرفان هم توش هست، آرمان‌های بشری توش هست. هر بیتی که آدم میخونه یه آرمانی رو متوجه میشه که ما دنبال این هستیم. بله. انشالله جامعه ما با کمک همین آرمان‌های شاید میشه گفت نامدون، به صورت مدون نیومده بیرون ولی عملاً یکی یکی دلدستگی و دلدادگیشون نشون دادن که این نمیمیره. همطوره. هارمونی، موسیقی، ما اهل موسیقی هستیم.
فکر نمی کنم ادبیات، البته در همه جای دنیا من کتاب‌های زیادی هم مطالبی ترجمه کردم راجع به موسیقی که همه جای دنیا شیفتگان موسیقی بودن و متاسفانه مثلا در انگلیس همین در زمانی که شکسپیر زندگی میکرده، یعنی قرن 16 ایشون شکوه کرده از اینکه کشیش ها در یه دوره‌ای آوازخوان‌های همسرایی رو و گروه کور رو ممنوع کرده بوده، گروه کور رو. و شکسپیر در یه غزلی که درباره پیری خودش گفته که من در این احوال هستم، بعد گفته من یه درختی بودم که یه وقتی تا دیرگاه پرندگان خوش آواز در این آواز میخوندن و الان متروکه شده. اشاره به این ماجراست که متاسفانه هر پشت سر هر متاسفانه یه خوشبختانه هم هست. خوشبختانه کسانی بودن مثل خود شکسپیر که موسیقی رو به جایی رسونده که آدم ها جرئت نکنن اصلا بگن ما خوشمون نمیاد. گفته هر کس از موسیقی خوشش نمیاد این بهترین آدمی است که برای خیانت، دزدی، جنایت اینا استخدامش کنیم. و اینقدر اگر if music be the food of love then play on، اگر موسیقی غذای عشق بنوازید. نه تنها موسیقی ختم بر خودش یک سماع قلم دوش شنیدیم. سماع قلم، یه شاعری گفته سماع قلم هم خودش یه موسیقیه که همون صدایی که میکنه و داره حرکت میکنه به سمت مقصودهای ایدئال ارزشمنده. به هر حال من در عین حال چون پشت سر هر متاسفانه خوشبختانه هست. مثلا در این روزگار ما خب در دنیا آشوبی هست، مشکلات زیاد هست اینا، ولی در عین حال ما عصر اکسسیبیلیتی، دسترسی هست. شما به تمام خواسته هایی که در طول تاریخ بوده دسترسی دارید. شما به تمام هنرها لزومی نداره برین پاریس مثلا موزه پاریس رو ببینید، همینجا در موبایلتون میبینید و حتی میکشین جلوتر نقاشی مونالیزا رو تماشا میکنین، موسیقی رو پاواروتی رو گوش میکنین، همه امکانات، هر کتابی رو که بخواین. عصر برخورداریه. اینو باید مردم همه پادشاه شدن خبر ندارن. مردم پادشاهی در قدیم، پادشاهی این توانایی نداشته که یه هر وقت دلش میخواست یه موسیقی گوش بکنه. خود گوته توصیهش این بوده در اوایل قرن 19 که 4 تا چیز کرده، 4 تا کار گفته هر روز انجام بدین. یکی این که حتما یه قطعه موسیقی خوب گوش بکنین، دومی که حتما یک شعر خوب بخونین، سومی که حتما یک اثر هنری تجسمی مثل معماری، مثل نقاشی اینها رو هم گوش بکنید، پنجمی که یک کار خوبم بکنید. کار خوب اون نیست که به خاطر هیچ چیزی به درد شما نمیخوره، به درد یه نفر دیگه میخوره، درد یه نفر برطرف میکنه. ولی خود گوته در اون روزگار امکانی نداشته که هر روز یه موسیقی خوب گوش بکنه. چرا؟ برای اینکه باید کل بودجه‌ش نداشتن همه که بخوان 10 تا 20 تا هنرمند رو دعوت بکنن، بعد جا برشون بذارن، فلان بکنن، بعد نوازندگان کروه تازه به اون کاملی نمیشه. امروز من فکر میکنم ما یکی از شوخ‌گذاری هامون شوخ‌گذاری تکنولوژیه. امروز سلیمان علم که مولانا هم تعبیر کرده که سلیمان مظهر علمه. محی الدین در یکی از فصوص 27 گانه‌اش گفته که سلیمان مظهر رحمانیت، یعنی رحمت عام که همه رو شامل میشه، حتی شیطان رو، همه موجودات شامل میشه. اسم چیز گفتش که فصل و حکمت رحمانیه فی کلمت سلیمانیه. این بابی که در مورد سلیمان گفته. پیغمبر مهمترین وصفش
خدمتگزاریش بود، محبتش بود. خیلی عجیبه در قرآن. من این آیه رو فکر کردم بدم از عزیزان با خطاطی برسم، خودم هم بالا به چیزی نوشتم که میپرسن که آقا این چه پیغمبری هست که فرستاده اینا؟ عزیز من این پیغمبری من انفسکم، از خود شما هست، از به غیب که از فرنگ نیوردیم که من انفسکم رسولا من انفسکم. مشخصاتش چیه؟ مشخصاتش هم بسیار عالیه، یعنی هوش از سر آدم میپره که این چه مشخصات بر رسولش. مشخصاتش اینه که عزیزون علیه ما عنتم، خیلی سختشه که شما غصه بخورید، خیلی سختش که شما رنج و مهنت بهتون برسه. میخواد شما رو لیذهب عنکم الحزن، حزن و اندوه رو از شما ببره. کنگره بذارین، استادان ادبیات هم الان چیزای ادبی، کنگره های ادبی هست، ما چیزی نداریم، جدالی نداریم با شما بفهمین. یه چیزی تو به صورت من مثله، حتی اول گفته بودن که مثلا 10 سوره اینا، بعد تخفیف داد خدا من گفتش که نه یه دونه سوره رو اگر بتونی، اگه بود میذاشتن روی اینترنت، اگه کسی چیزی نوشته بود که شأنی داشت و لااقل خودش ادعا میکرد، خودش هم ادعا نداره کسی که یه همچین کاری کرده. بنابراین ما خوشحالم که این قرآن رو علیرغم توصیه هایی که دوستان و تحذیراتی که میکردن من دادم بیرون و خوشبختانه این از همه کتابا فروشش بیشتر بود. یعنی اخیراً به من زنگ گفت من مثلا 45مین بار چاپش رو به من خبر داد. خب تبریک میگیم. نشون میده که شور مردم و عشق مردم به این کتاب آسمانی هست همچنان، و اگر کسی به زبان عشق، به زبان محبت، چون لحن آدم خیلی مهمه، چه در گفتن چه در نوشتن. نوشتن هم لحن داره، مثلا که با لحن تنده یا کسی نوشته که میخواد سر شما رو چیز بکنه، اصلا جدا بکنه با نوشته هاش. ولی این نیچه گفته چه بسیار اوقات هست که انسان حرف یه نفر قبول نمیکنه با همه برهان و دلایلش، اینا حرف یه نفر قبول نمیکنه، فقط داره اینکه لحنش خوب نیست. لحن خیلی مهمه. لحن چیه؟ لحنی که من تو رو دوست دارم، به خاطر دل تو دارم حرف میزنم، خوشحال میشم اگر که تو به یه شادی، به یه صفایی برسی، به یه آرامشی برسی. این لحن رو که توی روح آدم باید ایجاد. نمیتونی شما دوره ببینید بگید آقا من میخوام دوره لحن ببینم. لحن باید آدم کسب کرده باشه و در ذاتش اینو آماده کرده باشه که من در دلم این گذشته که من چیکار بکنم، چه چیزی بکنم که موجبات شادی رو فراهم بکنم. برای اینکه فتنها، شادی هایی که تولید میکنیم مال ماست. گفته بود که اگر شما یه سکه بندازین توی قلک خودتون یا تو بانک یا 100 تا سکه اینا بذارین، اینا همش در معرض خطره. 4 روز دیگه اونجا ورشکست میشه، اون یکی مردم میان چیز میکنن. ولی اگه یه دونه سکه رو بندازین تو قلک یک نیازمندی که من اینو قرض دادم، اینو میدم به تو، اینو دیگه هیچ کسی کارش نمیتونه بکنه، حتی خودم کرده رو ناکرده نمیکنه که شما کرده این کارو. بنابراین نمیتونن از شما، تمام هستی خبر شدن که این آقا یه سکه انداخته توی قلک این بچه و این کودک و این نازنین. بنابراین اینا مال ماست. ما چیزهایی که میدیم مال ماست، چیزهایی که میگیریم بار بر دوش ما، بدهی ماست. چیزهایی که میگیریم خیلی بزرگی بود. به نظر من مهمترین چیزهایی که حالا بحث می‌کنم اشارات حکمت‌های پیش در پیش، اینا احتیاج نداره، خیلی ساده است مسئله. همون سادگی که قرآن گفته، خیلی ساده است که ما چیکار بکنیم که هم خودمون شاد باشیم، هم ایجاد شادی و شعف بکنیم برای دیگران. این کار مشکلی نیست، خیلی هم آسونه اتفاقا. خیلی ممنون. یکی دیگه از مشخصات دفتر ما اینه که ما کارمند نداریم و چون
چیز نداریم که بخوایم کارمند نداریم، ولی فرشته داریم. خداوند فرشتگانی رو محبت کرده، با ما همکاری میکنن با جان و دل. بهتر از هر بدون بیمه و بدون بازرگانی و بدون این چیز. این سری در صحبت بزرگان رو 365 روز من دیدم که جوان حوصله نمیکنه 360 یک کتاب 50,000 بیت از فردوسی دیدن دستش اینا و فرضاً بخره میذاره توی چیز. اما من گفتم که شما هر شب میتونید یه تیکه نظامی بخونید، یه تیکه قرآن بخونید. قرآن هم 6,000 تا آیت، از اون 6,000 تا من 365 تا آیه رو انتخاب کردم، قسمت رو انتخاب کردم که شما اینها رو میتونید هر شب با خانواده میتونن دور هم 10 دقیقه رو میتونن این رو بخونن که این یه دونه آیه چی میگه. و این آیات اینقدر اهمیت داره که گاهی اوقات از کلام خود پیامبر اکرم نقل شده که این آیه یه آیات رو اسم برده، این آیه اگر فقط همین یه دونه آیه رو خداوند برای من نازل کرده بود برای هدایت امت کافی بود. و یکی از اون آیات همین آیه پایان سوره کهفه که و من کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید داره، این یرجو خیلی لطیف انتخاب شده، و من کان یرجو لقاء ربه چیکار باید بکنه؟ این خبر خیلی مهمه که آقا تو میتونی پروردگارت ببینی و از چیز از شادی پر در میاره. اینا چیکار باید بکنه؟ هیچ کار مشکلی نباید بکنه، چیز نباید بکنه، پرداختی نباید بکنه، فقط بایستی که فلیعمل عملا صالحا، اون که به نفع خودش عمل صالح بکنه ولا یشرک به عبادت ربه احد، و هیچ احدی رو که از هر جنسی باشه چیز خودش شریک این ارادت و عبادت قرار نده. همین یه دونه آیه چیه؟ کافیه برای هدایت امت. اینه که من خیلی خوشحالم که اولا مردم همین قرآن ما رو خوشبختانه، یکی از دوستان میگفت آقا الان روزگار قرآن نیست، مردم شما داریم این چیز وقت میذاری قرآن می‌نویسی، الان موقع چیز نیست. من که اعتقادات مردم یه خورده تغییر کرده اینا. گفتم ولی این فرق میکنه، این قرآن محمده، قرآن من در بردی که خیلی ها بخوان از خودشون در بیارن. از هیچ یک از بزرگانی که نام و رسمی داشتن در قرآن من اسمی نبردم. یعنی شما حتی از مفسرین مثل فرض کنید زمخشری و نمیدونم علامه فلان و طبری و اینا، چرا؟ برای اینکه اونا همشون محدودیت فکری داشتن. ابن سینا رو من اگر از کسی نقل کردم، از ابن سینا آیه رو مولانا آیه رو تفسیر میکنه که ایاک نعبد است زمستان دعای باغ، اندر بهار گوید ایاک نستعین. چه این بلند شدن تمام شکوفه ها و تمام درختان، ایاک همشون سرشون گذاشتن روی زمین ایاک نعبد است زمستان دعای باغ، اندر بهار گوید ایاک نستعین. ما یه همچین مفسرانی داریم که گفت چیز کردن، یک اعتراضاتی میکردن در همون زمان مولانا اینها و قبلش و بعدش که این قرآن چیز مهمی نیست، ساده است و هر کسی پی میبرد، خوب بیان که گم شود در وی خرد. مولانا خیلی راحت گفت گر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو، بفهمید یک از این سوره ها رو. بالعصر ان الانسان لفی خسر، که ببینید که همین 20 کلمه نمیشه تمام سوره بالعصر، 20 کلمه بیشتر نمیشه، ولی چه عظمتی داره. تمام سرمایه کاپیتالیست های زمان رو جمع بکنن در یک مرکزی و تمام سرمایه گذاران و مشاورین اقتصادی و اینها رو همه رو جمع بکنن، اینو برش بخونن که بالعصر قسم میخورن به زمان، چون زمان تنها چیزی که ما داریم، ما چیزی دیگه نداریم. زمان بگیرن که شما هیچی نداریم، ما فقط همین زمان داریم. بالعصر ان الانسان لفی خسر، همانا که آدمی همه تو زیانکاری، الا الذین آمنوا. یک خطاب میکنه به تمام سیاستمدارای دنیا،
تمام سرمایه‌دارهای دنیا که فی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.